مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشق صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من آنا جانم هم با این روزی دادروزشان تبریک و مبارکباد گفتم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. معین راهبر. فرخنده بهار آمد، نوروز مبارک باد. خندیده نگار آمد، نوروز مبارک باد. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز در این شام نوروزی در خانواده تاشپولاد بابا مهمان هستیم. امروز مادر عزیز خاندان منیره خاله جشن زادروز دارند. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام لطیفکه، شوکتکه، شهرتکه و از مسافرت از نام دختر نازنینشان زرین زارایتی تشکیل کردیم و همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. السلام علیکم مادران عزیز، مهمانان خانواده تاشپولاد بابا، همه شما را به زادروز منیره خاله خوش آمدیتان میگوییم. تاشپولاد بابا هم تکلیف کنید یا نشانبه؟ شورادکه تاشپولاد بابا هم تکلیف کنید یا نشانبه؟ برهمه. السلام علیکم. به تاشپولاد بابا یعنی من شما نظمی این طرف بید. امروز اولا همه امروزه مهمانان را با نوروزی عالم افروز تبریک میگوییم و امروز صاحب خاندان شما مادر عزیز خاندان منیره خاله جشن زادروز داشتیم. منیره خاله زادروز مبارک باشد. تاشپولاد با چشم شما با حالی چند ساله منیره خاله؟ حالی 18 ساله. ای رحمت، سلامت باشید. البته منیره خاله شما را میدانید می از نمی که تبریک بکنیم. البته از نام فرزندان عزیز، از نام لطیفکه، از نام شوکتکه، از مسافرت از نام دختر نازنینتان زرین سایتی، از نام شهرتکه، پیش از همه از نام الهمین تاشپولاد بابا شما تبریک میگویم. هزار رحمت میگویم تاشپولاد بابا که برای چنین فرزندهای اصیل، برای چنین فرزندهای نیکنام
همیشه صحت سلامت باشید. خدا کند که تاشمراد با دمی پیری به دولتی پیریت یاد همراهی مدیر خالم هم جایی پیر شده در سری فرزند و نبیره ها در سری همه خیش و اقربا و آگوی شده گرده. امروز تا آمدن همراهی دختری راهدورتان مدیر خاله صحبت کردیم. گفتن که مادر جون عزیزم، مادر مهربانم، غمگسار خاندان من، ویجانم رفته از نام من تبریک کنید و ویجانم رساند که عذر پرسید از نام من. در روزی زادروزشان یا نشان به ایستادن نتونستم. امروز از من دیده اکاهام، ینگاهام خرسند و خوشبخت هستند که مادر عزیزم آغوش کرده از آن روی پر از نورشان بوسه ها کرده میتوان. من باشد در مسافرت از پشت تلفن از آن نقش و از آن روی زیبایشان بهره‌مند میشوم. ویجانم به هزار رحمت، دادا جانم به اکاهام به هزار رحمت که انا همین فرزندان مرا تنها نگذاشته از حال و احوالشان همیشه باخبر هستند. همیشه در سر ما سایبان شده گردند. من باشد میخواهم هیچ وقت سرشان درد را نبیند. امروز باشد گوید که از نام من دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. مسافری با میگردیم راست دیگه حسین جان یاد میکرد از آدم وطنشه، دادا جانشه، وی جانشه، فرزندویه، خیش و تبارویه. اینقصه همین روز با زادروز هم نوروزی هم سال انمین خاندانی دادا جانم با همه خیش و تبارو میمدن نوروزی جشن میگرفتیم. زادروزی مادرم که یک جای کرده. امروز باشد من مسافری با مادر جانم تبریک کرده نمیتونم. همیشه صحت سلامت گردن برای من بخت و تخت و دولت است و برای همین شاه ستون خاندان، برای قبلگاه ما، برای فرشته خاندان ما رسانید که چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است. در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدمی دل آشنای به قرارت مادر است. در حقیقت همین پستی بلندی های زندگی با سیرگویه قوت دل پدر مادر بوده. همیشه صحت سلامت گردن. دادا جان من با هم سلام رسانید گفتن همیشه صحت سلامت باشه. تاشمراد بابا در سر نبیره ها حقیقتا بابا جانی عزیز شده گردید. من چند سالها مکتب با کار کرده، دورتگاری مشهور 550 تن هنر. البته مدیر خاله باشد برای انمی کودکان عزیز در باغچه ها کار کردن. امروز فقط حضور و حلاوت دیده در سری فرزندان تاجی سر شده گردید. مدیر خاله حضور اکو گیریان در آنده امروز روزی زادروزتان با تاشمراد با که دیاتان با چند سال شدگی؟ یعنی کی هست اینجا با؟ معلومه چند سال شد؟ 76 قریب 50 سالگی توی 50 سالگی توی 50 سال با چند بار گل پدر کنن راست شد باید فقط گل دسته پلش میمده. پدرای آهنی گمخین است فقط پل آورده خانه آباد میکنن. امروز باشد علمی گل دسته زیبا از نام تاشمراد بابا خودشان گواهی مهمانا با شما با میسپارن. کنی میبینیم کنی پیش مهمانا با رمزی محبتشان ایثار میکنن. می گل دسته گیرید تاشمراد بابا گل دسته گیرید تقدیم کنید. مبارک باشه زادروز مبارک. و البته با چنین نیت ها برای پدر برای مادر کتاب قیمت بهاترین مرحمت کتاب را پیشکش میکنیم. مبارک باشد. و البته در اینجا از نام نبیره های عزیزتان پرتینتی کلانترین است برای شما پیشکشی آویزان خانه زیبایتان باشد. مرحمت من اگر خوابم دایت پشت دنیای من است، روز برد سال گربتی زنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن می شود ماه دلم، هرچی می خواهد دلم پیش تو پیدا می شود. تاشمراد با اینم دید که چقدر ترقی یافت وطن. دوره های پیش و دوره های شما مانم 50 سال پیش شیرینی بوره تارت بینه همه حولی با توی میشد تماما.
حاضر من اینا بینید شیرینی آوردیم، تارت آوردیم برای هر دویتان. شیرینی یک جای میبریم. خدا کند که حاجیانم و حاجی بابا شویم گفتن. بس همین حاجی ها باز حاجی ها زیاد شوند. ما باشد همین ساعت 2-3 شب نگاه نکرده آمده شما را پیشواز گرفتن نصیب کند. مرحبا تارت را یک جای پیشکش میکنیم. زادروز مبارک باشد میگیم. مرحبا. مبارک باشد. مرحبا. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, добра, окружения и самого настроения. مبارک باشد. И самых преданных телеграммы летят. تاشولانگو امروز تبریک کدر می نمی. ساعت چند بود؟ بعد گویی که گویی که سه حرکتی. حتی شرکت تبریک نمیکن. این لحظه ها تاریخ با میماند. همین تاریخ با باید که شرکت از خانهای نیک مانه. مرحبا. چی میگیم الهیم خدا اون که ریسک یا مغفوش همه فرزندان شوه همه وقت یافتگی همه فرزندان که روزهای دموکراسی بگذرد یا رحمت همه بخشایدم خدا انصاف داده همه قطر رای میکنن رحمتی کلام هموش میده رحمت. صد بدرای کنکی رو یک جای پیر شویم. هم تو همه یک روز بام رویم الهیم پیر شویم. اولا پیر شویم. رحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. از من در اینجا کلینی کلانی هم از نام خود هم از نام لطیفه شرکت تبریک میکنند. مرحبا. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدید به درگاه ملامک جانم. بیملام 120 ساله شوند، ملامکم که خوش پیر شوند، لیکن هیچ وقت کسل نشوند. سری ما با صحب سلامت گردن از نام همه فرزندانشون بیملام که ملامکم تبریک میکنیم. با یک باز دیگر خوش آمدید تو. رحمت. کنی ماندگی کلین ها مدیر خاله؟ مرحمت. کلین ها نزدیکتر هم از نام شوکتک هم از نام شهرتک کلین ها نزدیکتر آمده تا شرکت تبریک کنیم. مرحمت. همین روز خانه مادرسون ما خوش مدگید بیملام با شما مادرسون قدرسون اینا 100 ساله شوند. هیچ قچان گذرده یاش غم تشویش کرمسلن به دنیا ده. کرگانlar همیشه بخت آمد فرزندلرن نیورلر ایواره چی ورالی برسنن. این yaman günler şunu yapıyorsun. رحمت. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به درگاه مایان. من از نام خودم، از نام فرزندانم، از نام شوهر مهربانم بیملام را با این روز خورسندیشان تبریک کرده و بیملام عمری دراز، صحت، سلامتی. ملامکم که خوشپیر شده همه وقت به سرمان کلونا و بچه ها لیبرها ساق سلامت گردد. رحمت. سلامت باشد. و از نام نبیره ها تاشولانگو نبیره کلانی همسیفی مامی رخشانه می کنی رخشانه تیار شده آمدن گرید. مرحمت. حاضر باشد من نبیره نازنین خاندانتان تبریک میکنند. شما مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز و میزبانان گرامی. من از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام آنا جانم هم با این روزی زادروزشان تبریک و مبارکباد گفتم و آنا جانم عمری دراز، رزق فراز آرزومندم. الها بابا و جانم خوشا پیر شده بر سر ما کلنها، نوره ها، ایواره ها ساق و سلامت کرده. رحمت. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید تا خونه آنا جانم و الهیم اونم 100 ساله شوند. الهیم هیچ وقت کسل نشوند. الهیم چی نیتی نغز داشته باشن همش برسن.
با اون که دیاشم خوشم پیر شوم. رحمت سلامت باشید. مرحبا. آنا جانی من مهربانی من دلم قبول کرده دیم کلون کرده سما و رحمت صد رایه ایا مادر چی بخته با حیاتم ریشه پیوند است که هر درصد سر و پا فندیچم قند است وطن از شمع الفاظت گلفشان است نظر بر روزگارت وحچی سبند است نمونه های پسری محمد جان حسن بیگ لذیذ بود همینجا کنه همه شرمگینا ها خدا کند که تاشبولاد بابا نبیره کیرین در اطراف هر دوی شما خدمت کند همین خاندان ها شما مهمان ستا رفتن به بابا مولا آنا مولا خوش آمدیتان چای کبود می چای سیاه می کفت اطرافات ما پروانه شود آن مهنت ها آن زحمت های کشیده شما دور می شود شما را تبریک می بیم مادر جانم مادرم خیلی تشتک ندارم برای من نکنم کسی در خانه روی مادرم آش میپزش دابم مادر جان مادرم ملده رحمت صادر خانه تبریک میکنیم رقصش بمیم با علیمه مرحبا السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی اولا به این درگاه برادری ما خوش آمده نوری دیده تاج سر و درگاه خدای تعالی صدها تشکر میگویم که من امروز ما دیدار همدیگر میبینیم در این روز فیروز در این روز فراموش نشونده در این روزی که هم روز رمضان هم افطار هم نوروزی عید بالای عید است از این فرصت پرقیمت استفاده برده من شخصا از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام از نام فرزندانم این آدم به ما ینگه نه همچون خواهر و فرزندانم ینگه بی حسابی تبریک و تهنیت ها میگویم تشکر ها میگویم تمام خدمت هایی که به ما کردن به حساب است من همه خدمت های این شخص را از خدا میطلبم که به اینها اول و صحت سلامتی دهد عمر دراز دهد رزق فراز دهد حضور نبیره عبره حضور فرزندانشون دهد با ملاقات خوشا پیر شوم پیری با دولت شوم حضور بچه خوش بدم نوروز کتی تبریک میکنم باز از این سال باز از این سال باز از این سال هر سال همینجا همدیگه دور بینی کنه السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز من امروز روز اویتیا کمونیتی تبریک میکنیم عمرکتون دراز شود رشته‌هاشون فراز شود همینطورش پروتکا کتی خوشه پری با دولت شود حضور نوره و دختر و پسر و همه رو به خدا لایق کنم عمر دراز بینه رزق فراز تنی که نکات لیب ساق باشه سفرهای حج به خدا لایق کگی باشه گلدسا اگر دیدش تگی باشه توی هم لیب عمرکت تیا رزقکت تیا لیب من این ماه رمضان دعا کیسیم خوشک کلینای آورده حضور کلین و فرزندات بی چی نیت داری تیم نیت اکات به خدا رسونه اویتیا کمم خدا رسونه هم یکاتون به رحمت حسین جان بایم رحمت السلام علیکم مهمانان عزیز شما به درگاه ینگمام لین ینگمام صد بفرم ملاقات خوشک پیر شوم ساق سلامت دارم هم یکاتون نوروزی مبارک شوم با این کار هم که باید شروع باشینیم میسا جان تو بم رحمتی کلام بچم در گیجای باشی در خانه خدا باش ساق گشتی سلامت که بیاد بچه یکات خوندار خوشا کلون بیاد حضور همین اکوار بید هم یکاتو بر رحمتی کلام تعالی دوران شما اکنون با راهبری شما همه رقص رو تکلیف میکنیم بایدش می همه بنجه میرقصیم بار دیگر مدر خلاص آبریز مبارک خوش من جیانشان از همینجا گفتن که اکتا جیانم تبریک کرد برید شما این نزدیکتر برید الهیم ینگمون که تو خوشا خیلی کنن صد بدرند الهیم چی نیت کوی کاری باشه الهیم نیت کتون برسه الهیم ایم سال باشتن نصیب کنم جو بودن الهیم صد بدرند رحمت سلامت باشه مرحمت سرود را میمونیم بیجو میرقصیم همینجا بیرون بهاری رفتیم بیرون برامده میرقصیم رحمت
تشکر. مرحبا.
السلام علیکم. سلام به اسرائیل. اینک بیننده های عزیز، در این شام نوروزی در خانواده تاشپولات بابا مهمان شده جشن زادروزی منیره خاله را با یک درجه اعلا و نوروزی و بسیار هم آرام و زیبا کرده. هم برای شما با هم دیدیم با ما باشید. با شبکه شهنان ماه شریف رمضان مبارک باشد، نوروز مبارک باشد و زادروز مبارک باشد. خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.